سلام چشم داشت، چطوری؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. این ویدیو اومدم یکم با هم درایل کنیم، نمیخوام توهین کنم به کسی نه چیزی، ولی مثلا میرم تو یوتیوب میبینم کسی مثل من که تولید محتوا میکنن، مثلا میبینم یا روی شات خفن زده یا یه نید انداخته، یکی یا دو نفر رو کشته. خب یه دونه شات. خب یهو میبینم سه چهار تا لایک از بالاترین تا مثلا 30 تا لایک هم دیدم. ولی الان ویدیوهای خودم رو خدایی نگاه کنین، تک تک ویدیوهام بجز اون آپگرید گانم گامتیکم، خب قشنگ 5 6 تا شات معمولی، 3 4 تا شات خفن. خدا وکیلی نگاه کنین، این همه شات براتون میزنم، با اینکه میتونم هر کدوم یه ویدیو کنم ها. این همه رو تو یه ویدیو میزنم که حوصلتون سر نره. خب حتی لابلاش هم اسکواد میدم لابی که لذت ببریم، ولی آدم میبینی حمایت نمیشه اصلا پرس میشه، میگه اونا حمایت میشن تو نمیشی، پس نمیتونی ادامه نده. ولی هرچی فکر میکنم الان خدایی ویدیو قبلیم با ویدیو قبلی ترم 60 تا ویو نه لایک نخوردن. خب میدونم خیلی مشین، خیلی هم دوستتون دارم، ولی خدایی یکم بیشتر حمایت کنین. تمام تلاش هم میکنم، امیدوارم حداقل از این ویدیو خوشتون اومده باشه. با شات هایی که زدم مواظب خودتون باشید. دوستتون دارم.